ابرهای سیاه آسمان را فرا گرفتند و بارانی خیلی با شدت بارید. رعد و برق میشد و پادشاه عادل محمود نورالدین زنکی در خواب پیامبر صلی الله علیه و سلم را دید. پادشاه در خواب دید که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دو مرد اشاره کرده به او میگویند که مرا از این دو نفر خلاص کن، نجات ده. پس از این محمود نورالدین زنکی از خواب بیدار می شود، نماز شب می گذارد، به پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات می گذارد و دوباره به خواب شروع می کند. وقتی که دوباره خوابش می برد باز همان خواب را می بیند و باز پیامبر صلی الله علیه و سلم به همان دو نفر اشاره می کنند و به او می گویند که مرا از این دو نفر خلاص کن. بعداً باز می خیزد، همان کارهای پیشتر را تکرار می کند و باز به خواب رفتن می رود و همین طور باز بار سوم خوابش تکرار می شود. بعداً پادشاه می خیزد و وزیر خود را به نزدش دعوت می کند و به او همه حالت را می فهماند. وزیر به پادشاه می گوید که شما نباید که پس از این خواب دوباره به خواب رفتن روید. شما باید که هر چیز زودتر به مدینه به مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم سفر کنید. بعد پادشاه یک کمی مبلغ با خود میگیرد و راه به سوی مدینه، به سوی مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش میگیرد و وقتی که می آید به مسجد می درآید، نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم می رود، صلوات می فرستد، نماز می گذارد و از مردم خواهش می کند که همه جمع شوند و می گوید به عسکران خود می گوید که همه مردم مدینه را نزد من بیارید اینجا و او شخصا به هر یک نفر مبلغ می گوید، کمی مبلغ به هر یک نفری که در مدینه زندگی داشت تمام با آنها مبلغ می دهد و میخواهد که با همین کار یک صدقه کرده باشد و با همین راه او میخواست که همان دو نفری که در خواب پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها اشاره کرده بودند بین این مردم دریابد. لیکن وقتی که پادشاه شخصا خود به هر یک نفری که آنجا حاضر شده بود مبلغ میدهد و مبلغ ها به اتمام میرسند، وی همان دو نفری که در خواب دیده بود آنجا پیدا نمی کند و سوال می کند که آیا همه آمدند؟ همه مردمی که در مدینه زندگی دارند؟ بله میگن همه آمد. او میگه آیا هست نفری که اینجا نآمده؟ بعد یک نفر، یک مرد از بین آدمان میگوید که بله دو نفری هستند که آنها در یک حجره نزد حجره پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی دارند و آنها اینجا حاضر نشدند، لیکن آنها به پول احتیاج ندارند. بعد پادشاه محمود نورالدین زنکی به عسکران خود میفرماید که زود آن دو نفر را رفته نزد من بیارید و وقتی که آن دو نفر نزد پادشاه می آیند، پادشاه به محمد صلی الله علیه و سلم صلوات می فرستد، ذکر خدا را می کند و می گوید که به خدا قسم که این دو نفر همان نفرند که من در خواب دیده بودم و با آنها سوال می کند که شما کجا زندگی دارید؟ آنها می گویند که ما در یکی از حجره هایی که نزد حجره مبارک صلی الله علیه و سلم پیامبر جای گرفته است آنجا زندگی داریم. این دو نفری که آنجا زندگی میکردند کی بودند؟ این دو نفری بودند که خیلی مبلغ زیاد داشتند، خیلی ثروتمند بودند و آمده بودند بین مسلمان ها در آمده بودند و خود را همچون یک انسان های مؤمن و مسلمان نشان میدادند. بعداً پادشاه و یک چند نفر یارانش همراه این دو مرد به آن حجره که آنها زندگی داشتند می درآیند. پادشاه در حجره دو کتاب قرآن و یک صندوق پر از پول را می بیند و همانجا در حجره، در پال حجره یک دریچه را می بیند و به یاران خود می فرماید که این را بردارید.
هنگامی که میبردارند آنها میبینند که زیر این حجره یک غار است که راست به نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم میبرند و این دو نفر به همان نیت آمده بودند و نیت داشتند که تن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را از قبر بگیرند و همین طور دزدیده باشند. با هنگامی که هر یک آنها تا قبر این سوراخی را کافتند، تا قبر این چقوری را کافتند و هر دمی که آنها میخواستند قبر را کشی کنند، قبر را سوراخ کنند، آسمان پر از ابرهای سیاه میشد و رعد و برق میشد و این پادشاه محمود نورالدین زنکی در خواب پیامبر صلی الله علیه و سلم را میدید. بعداً وی هر این دو نفر را برداشت از گردنهایشان و به دیوار حجره پیامبر صلی الله علیه و سلم راست کرد و خداوند این پادشاه را سبب کرد و نشان داد که خداوند پیامبر صلی الله علیه و سلم حبیب خود را در وقت زنده بودن حفظ میکرد، نگاه میداشت و حتی پس از مرگ نیز تن او را در قبر حفظ کرده ایستاده است و تمام دشمنان اسلام، تمام دشمنان پیامبر صلی الله علیه و سلم، تمام دشمنان خدا اگر یک جا شوند و خواهند که با پیامبر صلی الله علیه و سلم ضرر رسانند، این کار از دست آنها نخواهد آمد، زیرا حفظ کننده نگهبان پیامبر صلی الله علیه و سلم این خداوند است، همانی که این دشمنان ما و شما و این زمین و آسمان را آفریده. برادران عزیز، با برادری مسلم خود باشید، به شبکه آبونه شوید، این نوار را به یار دوستان خود با همه راه هایی که می توانید پهن کنید و با آنها نیز دعوت کنید تا همراه ما باشند.